بزرگ دستور داد اگر کارگری به هر دلیلی از کار افتاده شد. دوستان از خنده گرده درد میشم. مگه فرعون مصر گفت اگر بردخ مریض شد باید پیش کوسه ها و دیناسور رو نمیدونم کرکودیل پرته کو، اگر فلانی گفتی در کو برده، اگر کروش چیز کرد کروش گفت که درمانش کن، حق و حقوقش بدی. این شخصی که اینجا چلو پاکش تمرشی کروشی وجود نداره. این شخص که است کیخسرو است. کیخسرو شای بلخ و بامیان یا شاهی چی هسته کیانیان هسته که اینا جل کرده فهمید نامشه و چیز درست کرده نامشه کروش درست کرده. کیخسرو که مربوط به نیاکان مردم هزاره همشه. کروشی که 130 سال پیش حسن پیرنیا جل کرده از کتیبه روم و بین النهرین عراق آورده، از بین النهرین عراق آورده ولی برایشون خدا درست کرده. شما یک مهاجر افغانستان که فهمیدی یا مهاجر ایران باستان که ما افغانی ها در اصل ایرانی هستیم، ما ایرانی ها را شما عراق عرب یا پرشیا فهمیده چی رفتار غیر اخلاقی می‌کنید، چی رفتاری غیر انسانی می‌کنید در فعلا در کشور فعلی که نام ایران سیاسی یا نام ایران جعلی دم ایران جعلی، شما چی رفتار غیر اخلاقی می‌کنید؟ بخی از خنده گرده درد میشم. دوستان اینی کروش یهودی است، پادشاه بین النهرین عراق است که از بین النهرین عراق گرفته شده. حسن پیرنیا آورده جل کرده 130 سال پیش برای ازی حیات داده به این شخصی به نام کروش. اصلا وجود نداره در ایران شخصی به نام کروش، ولی ایران کسایی که فارسی زبانش هست از 3 نژاد تشکیل شده: نژاد عرب، از نژاد ایندی، از نژاد فامیلی یهودی، کسایی که فارسی صحبت میکنن. اینا از این 3 تا طایفه هستن. از این 3 تا طایفه هستن. اینا تاریخ جل کرده در دوران رضا شاه که است، نامش رضا خان بود. از رضا خان تاریخ تغییر داد در رضا شاه پهلوی گذاشت که او هم ایندی تبار و یهودی تبار و عرب تبار است. از 3 نژاد تشکیل کننده است. کرو اینی را اونده برایش حیات داده فامیلی شخصی که خودش یهودی است. اینی بزرگترین یهودی ها در کجا است؟ اصفهان است، تهران است، شیراز است. این میال فارسی زبان ها 1% خیلی بالاش که در حکومت است یهودی است. کشور فعلی ایران کلا یهودی است. قاسم سلیمانیش یهودیه که او هم زنده در امریکا زندگی میکنه. اینا اینقدر دروغای در چرندیات میده. تاریخ نیاکان ما را در لخت خود میدنه. تاریخ بلخ و بامیان، زرتشت، کاوه آهنگر، زهاگ ماردوش، نمیدونم تمامی تاریخ نیاکان ما را در لخت خود میدنه. خجالت هم خوب چی است. شما عرب هستی، اونمو ترکایش تورانی است. ترکای ایران فهمیدی عضو تورانیان است. اینی جلیات تاریخ تا اینی قدره. در اینی یهودی در به نام کروش فهمیدی آمده حیات داده برش. کروش وجود نداره در کشور فعلی ایران یا پرشیا. این پادشاهی بین النهرین بوده. این پادشاهی فهمیدی بین النهرین عراق بوده. این شخص